فرهنگ خانواده این رفتار و گفتار و کردار نیک اهل عائله می باشد. در عائله‌ای که اعضایانش معرفت بلند خانوادگی دارند، فرزندان نکو و صالح به وایه می رسند، زیرا کودکان هر عمل پدر و مادر خود را پیروی می کنند. همه فرزندان در روحیه وطن دوستی و مهنت قرینی تربیت یافتند. از تجربه روزگارش بس پند گرفته پیوندانش را به راه درست زندگی راهنما کرده است. نقش زن در تربیت فرزندان به نهایت کلان است، زیرا محض مادر رازدان و راهنمای جگربند خود می باشد. مادر دوراندیش و با فضل به هر یک عمل فرزندش نگاه می‌کند. سپاسنامه‌هایی که یونس سیدو و حاضر این نیتش پاپلکونیک یونس سیدو وزیر مدافع افتخارنامه‌اش هسته. در افتخارنامه‌ها وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان دارد، سپاسنامه دارد. همینا قریب که همینا همش فرزندم هست. همه سه تا بچه که دارم همش خدمت وطن مادر کردیم. خدمت حتمی حربی را کردگی هم. بعد این به خدمت حربی و این حال در خدمت حربی هم در وزارت مدافعه هم. از زبان‌های خارجی درس میگم. که بسیارتر مهنت صفتیلانه پدر در حق فرزند رفتگیه. برای اینو ختم کردم. به همه معلومه که وزیر وقتی که مبلغ داری بچه رو به هر جور روان میکنی میخونه سوی معلومات میشه. این حال اینو با ما را دستگیری کرده استیم. ما اگر مثال در خانه هم که باشیم نه نفقه خوریم، ما که خودم به طریق شرطنامه‌ای وزیر کار کرده استم در کمیسریت حربی نایه فیضو بود. لیکن با ما که اینا سوی معلومات کردیم و خواندیم و مهنت کردیم، وزیر با اینو با مهنت ما رو به نظر گرفته و ما را دستگیری کرده استیم. از آن جمله بسیارتر پدرش درباره خدا تعالی بخت اقبال شانته و قرار کار شانته و عمر دراز همه وقت سربلند باشم. عبور شکرانه استقلالیت، شکرانه جناب اولی در توی سرمان است، شکرانه همین دولت و ملت عبودی دیار ما میکنیم. در کجایی که نباشد تاجیکستان برای مویت زیبا از این زیباتر شده. شهر دوشنبه میری سلوی که ما میخوندیم کمتر با وی بوده. حاضر آزمونا شده که دانش داری پیشروی میشه، فخر کردن در کارهای فرزندو، دانش داری، ملکه داری. جناب عالی یک قدر چی میتیشون چی میتیشون توفا میتیشون خیلی بگذار که بخونم فرزندای به ننگ با ناموس شدم. از همه روزی فراموش نشونده ما در اینه که در روزی 30 سالگی استقلالیت پسری همه کلونیت سپاسنامه روزی جشن 30 سال. روزی فراموش نشونده ما همینه در عائله که پسری کلونی من با نشانی سر سینگی وزارت مدافع سرفراز گردانده شد. یک چیز دیگر رو گفتنی هم که بعد ختم دانشگاه روسیه فرزندی هستم خوردی من نگاه کنید و به خدمت حتمی حربی رفت. از این فخر میکنیم بسیارتر که خدمت وطن مادر یکمین درجه است، حتمی است. باید همه مادرها همین درک کنن که وقتی مادر پسر تولد میکنه باید از همه پیش باید در خدمت وطن باشه. پیش از من به همه مادرها توصیه میتونم که به همه مثل فرزندوی من همین خیلی برای خدمت وطن مادر رو ادا کنن. من بعد خدمت حربی این فرزندم بعد خدمتشون این هر دی بچه‌ها این یک تاش پاپلکونی که وزارت مدافعه کار میکنه در همونجا در یک شعبه کارهای سیاسی من این دیگرش در دانشگاهی بین‌المللی از زبان‌های خارجی آموزگار شده کار میکنه. وقتی که خدمت کردی همه چی رو درک میکنی. مادر و پدر رو باز زیادتر دوست میداری. مهر با درچن میشود.
عقلرانی فکرانی هر یک بچه مرد دیگه می شود. بینید که یک صحبت کرده ما در همونجا یک مادر گفت که پدر گفت که همین فرزند من خدمت نرفت، یک تاش خدمت نرفت، اون فرزند من که من خدمت روان کردم پیش از همه میایم پیش من همه پیش فرزندی که خدمتی وطن نکرده همون کس میخیزد، از جوش میخیزد رحمت با اومدن مینتدارگی میکنن که ما اینا فرزندای ما. لیکن باید نتفسیر میتونیم که مادرای عزیزه از اون جمله بسیارتر پدر و هرچی بیشتر فرزنده رو در راهی و تندرستی پیشبری کنن، مهربان باشن نسبت وطن. وطنی که ما داریم ما فخر باید سازیم، ما هممون در همین راه باید هدایت کنیم و خدمت وطن در سفر بر کنیم. بعد باید صاحبی کسب و معلومات می شود، با عقل می شود. اویلا مکان مهربانی. شما همچون اویلای بهترین شناخته شدین از جانب جماعت شهرک وشگیر، یکی از اویلاهای بهترین شما شناخته شدین که ما امروز اینجا حضور داریم. خوب می شود که کمتر معرفی از همه اویلای خود می کردیم، چون که پسرای شما کار میکنند در کارهای دولتی در وزارت اداره و خود شما همچون کارمند کمیسریت حربی اکم همچون همه وقت در دولت کار میکردن فعالیت میکردن. شما یک معرفی میکردین که ما میشنیدیم. رحمت اولش خوش اومدین همتون درگوی ما اومدین. رحمت بازم خوش اومدین. پیش از زمان وقتی که ما در این حالت هستیم و این معرکه ها را پیش نظر آورده به خانه ما اومدین، از زمان پیش ما خوشبختی استقلالیت میکنیم. از سالی که در دوم دانشگاه خواندنم خوشبختی من از اون سر شد که من همین مربکه یافتم. راستی که در وقت دانشگاهی در تکنیکی شهر دوشنبه فعالیت میکرد. در وقت فعالیتی خواندن خوانی شد در شهر دوشنبه ما هم دیگر شناختیم و خانه دار شدیم. این حاضر خوشبختی ما دوام کرده استوده صاحبی 3 کلن هستیم. یک کلن آموزگاره تمام کرده سر دیپلمشو میگیره، اینش دوزندگی میکنه. کلین همه کلونیم معلمه مکتب است، مکتب یعنی شهر دوشنبه دانشگاه تمام کرده. صاحبی فرزند صاحبی نبیره هستم. خیر از بس که امروز روزی کاری است هم و یا همش در روزی کاری ده در کارهای خودشونم نمیشه که روزی کاری ده بیان نکنم در شکلتون بیستم. فرزند همه کلونیم بعد ختم دانشگاه ملی در همون قسمای حربی شهر دوشنبه فعالیت کرد، خدمت حربی کرد. بعد خدمت حربی هولو انو در وزارت مدافعه در بالکونی که وزارت مدافعه در کار سیاسی تربیتی فعالیت می‌کنه. فرزند دویمم باشه بچه دویمگی در همینجا در جماعت شهرک بود. این حال دانشجوی اکادمی. این حال فرزند دویمم باشه در جماعت شهرک وشگیر در فیض‌آباد فعالیت میکند و در اکادمی نزد خدمت اداری نزد خدمت دولتی خوانده استوده. فرزند سوم شهر مسکو را تمام کرد با دیپلم سه، دیپلم اعلی قطعی تمام کرد. اومد خدمت حتمی حربی رفت. 1 سال در شهر دوشنبه در خدمت حربی تمام کرد خدمت رو. بعد اومد در دانشگاه بین المللی صاحب کوری معلمی زبان خارجی است. خوشبختیم خیلی ما نبیروهای خوب دارم، کلمه‌های نرمن دارم. از همه پیش مردک خوب دارم. همه کار در برم است. همه کاری که در خانه می شود در یک جایگی میکنیم.
همدیگر فهمی داریم. دخترم باشد دانشگاه خیلی بعدی دانشگاه ملی شهر دوشنبه ختم نمودم در جماعتی به نام دوستمراد علی تا امروز کار کرده است و با برزن این باره در دانشگاه و اکادمی خدمت دولتی را ختم نمود. اولادار است، صاحب فرزند است. چنان که ما میدونیم با مقصد ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی فرهنگ اویلاداری شما یک توصیه میدارید که اوید یعنی تشکیلی پشت‌روی اویلا و مخصوصا آنها اویلای جوانی که نکاح‌های برمحل دارن همین چی توصیه داده میتونید؟ این سوال شما باید هر یک مادر درک کنه. باید فرزند خودشان وابسته بچه دختر بودنش باید اول خوند. باید در زندگی تیار کنه. دختر باشد پیش از همه به هنرمندی با پخت و پز با همین همه کاری خونه تیار کنه. سر و سینه نشود برای خانه دار شدنش. پیش از همه وقتی که دخترچه تمام میکند مکتب میانه را باید یکون کور از یاد نگرفته یکون چی ناموخته و شوهر میتی پشتکاری خانه ها پیش از همه از همین سر میشود. وقتی دختر تیار نیست وای فرق نداری یا که همین وقتی که فرزند کلام کردی تربیت کردی بعد مکتب میانه دانشگاه را رفت خوند وای علاقه خودش به سن 22-23 میداره تیار میشود زندگی در. من طرفداری همین هستم که من کلینای من خوندگی هم بعد کلین کردم. من خوندیم دانشگاه خوندیم بعد من کلین کردم برای همون من دختر تیار کنید در خانه همه وقتی تیار شود بعد خانه دار کنم ممکن که کمتر می شود در پشتکاری اویلا و زندگی. اویلا مکان مهربانی